الله متعال ذات رحمان و رحیم ستیر. رازی بنده خود میگه که سترتها علیک فی الدنیا، ای بنده من این گناه های تو را ستر کردم بالای تو در دنیا تو را رسوا نکردم و در دنیا بر تو فرصت دادم و رحمت من تو را شامل شد و انا اغفرها لک اليوم، و امروز هم من این گناه های تو را برات میبخشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله یدنی المؤمن فیضع علیه کنفه و یستره. میگه الله متعال در روز قیامت به بنده موحدش، بنده که الله را به وحدانیتش میشناسه، در وحدانیت الله سبحانه و تعالی در ذاتش شریک نمیاره. عقیده توحید بسیار مهم است. کسی که در ذات الله شریک نمیاره و کسی که در صفات الله شریک نمیاره و کسی که در عبادت الله کسی را شریک نمیکنه و کسی که در شریعت و تشریع الله، در احکام الله کسی را شریک نمیکنه و کسی که با الله در نامهاش کسی را شریک نمیکنه و در افعالش کسی را شریک نمیکنه، پس این بنده خدا الله دوست می داشته باشه و در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله متعال برای بنده که گناهکار است و اشتباه کرده، موحد است، یکتا پرست است، الله را دوست داره، لکن مشکلش چی است؟ مشکلش چی است که این بنده از پیشش غلطی شده و گناه شده و اشتباه شده، چون بنده هست، عاجز است، ناتوان است، نفس گاهی غلبه میکنه، گاهی مثلا خواسته های نفسانی غلبه میکنه و انسان به گناه مبتلا میشه. پس الله متعال فیدع علیه کنفه و یستره، الله متعال امو کنف پوشش خدا بالای ازی مگذاره و سترش میکنه. فیقول اتعرف ذنب کذا، بر ازی بسیار نزدیک میشه به امو قسمی که به جلال و عظمت شایسته هست و ما تشبیهش نمیکنیم با نزدیک شدن یک مخلوق با مخلوق دیگه، بلکه نزدیک شدن خالق با مخلوقش به همون شکل است که به جلال و عظمت الله شایسته هست. الله متعال فیقول بر ازی بنده گناهگار میگه اتعرف ذنب کذا، آیا فلانی گناه را میشناسی؟ اتعرف ذنب کذا، فلانی گناهی را که کردی او را خبر داری، میفهمی؟ فیقول نعم ای رب، این بنده گناهگار میگه بلی پروردگارا، حال خود روز قیامت است، روز حساب است، کتاب و دفتر و اعمال همه چیز هست، انسان از هیچ چیز انکار کرده نمیتونه. پس این بنده موحد خود میفهمه که الله عالم الغیب و الشهاده هست، الله از ذره ذره اعمال ما با خبر است. بنان این بنده اقرار میکنه میگه بله پروردگار، حتی اذا قرره بذنوبه، میگه تا ای که این خوب اقرارش میگیره به چی؟ اقرارش میگیره به گناهایش. خوب بنده اقرار میکنه و میگه بله پروردگار اشتباه کردم و رأى فی نفسه انه هلکی، بنده در نفس خودت فکر میکنه که من هلاک شدم، تباه شدم، ذات ذوالجلال تمام گناه های من با خبر است و کلش در مقابل من گفت که این گناهی نگره، پس من دیگه هلاک شدم، تباه شدم. قال الله متعال ذات رحمان و رحیم ستیر. بزی بنده خود میگه که سترتها علیک فی الدنیا، ای بنده من این گناه های تو را ستر کردم بالای تو در دنیا تو را رسوا نکردم و در دنیا بر تو فرصت دادم و رحمت من تو را شامل شد و انا اغفرها لک اليوم، و امروز هم این گناه های تو را برات میبخشم. فیعطا کتاب حسناته، باز برازی بنده عاجز موحدی که گناهکار است دفتر حسناتش داده میشه و از گناه های تمامش الله متعال به اساس رحمت خود
در آخرت هم ستر میکنه و هیچ کس خبر نمیکنه که این بنده اینی گناه ها و اشتباه را کرده. الله متعال مرا توفیق نصیب بکنه و استقامت در عقیده توحید نصیب بکنه و از پیروی از کافار، مشرکین، طغات، طواغیتی که هستن از اونها الله متعال مرد حفظ پناه خود حفظ بکنه که مبتلا در ابتلاعات و فتنه های آخر زمان زیاد است. مبتلا در این اشیم. الله متعال ما و شما را رحم بکنه تا ای که به این رحمت الله قابل شویم و الله متعال ما و شما را مغفرت بکنه. دیگه از صفت از ستیر الله سبحانه و تعالی بندگان ستر کننده، این بنده هایی که تکن رحمت الله را، حتی اگر یک بنده دیگی در گناه میبینه، در اشتباه میبینه، در غلطی میبینه و او را ستر میکنه، الله متعال او را در دنیا و آخرت ستر میکنه. یعنی انسان مسلمان اگر یک کس را دید که در یک اشتباه هست، در یک گناه هست، ولی این رسوا نمیکنه بر مردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که و من ستر علی مسلم، ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول الله صلی الله علیه و سلم از دل خود گپ نمیزد، وحی از بالایش میشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به اساس وحی جلی که قرآن است و وحی خفی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از چی میگه؟ و من ستر علی مسلم، هر کسی که یک مسلمان را ستر بکنه، یعنی او را در حالت گناه و اشتباه گیر میکنه و در همین وقتی میتونه که به کل مردم رسوایش بکنه و خبرش به کلگی برسانه. الله متعال میگه ستر، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و من ستر علی مسلم، اگر این شخص بالای و این مسلمان گناهکاری که در گناه گیر کرده هست ستر میکنه و این رسوا نمیکنه، ستر الله علیه فی الدنیا و الاخره. این مقام بر از این شخص میده که هم در دنیا و هم در آخرت باز خود از او ستر میکنه. چرا؟ هر انسان گناه کرده، هر انسان اشتباه کرده، هر انسان غلطی کرده. هیچ کل بنی آدم خطا، هر بنی آدم خطاکار است، بغیر از اینکه ملائکه علیهم السلام که اونا معصوم هستن و پیغمبرا و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا که چی هستن، اینا معصوم هستن. بعد از اینا حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین و تبع تابعین که خیر القرون بودن، هم از پیششان گناه ها اشتباهات چون معصوم نبودن. بناهن به این اساس اگر یک کسی خودش گناهگار است لکن یک کسی دیگی را در گناه گیر میکنه و بالای از او ستر میکنه و او را رسوا نمیکنه، الله متعال بر از دو چیز میده، هم در دنیا سترش میکنه و خودش همین نفره که بالای از مسلمان ستر کرده برش الله متعال. چرا؟ این یک نفر رسوا نکرد و ایره نشرمان و ایره بیاب نکرد و سرازی ترحم کرد. الراحمون یرحمهم الرحمن، بالای کسی که سر کسی دیگه رحم میکنه، رحمان سر از او رحم میکنه، سر از الله رحم میکنه و سر از ستر میکنه و هم در دنیا و هم بر از دو منفعت میرسه. یعنی یک نفر یک کسی در گناه گیر کرد، او رو ستر کرد، یک کار کرد، او رو ستر کرد و رسوا نکرد، الله متعال بر از دو اجر میده، دو فایده برش میرسانه. هم در دنیا سترش میکنه خود از این نفره و هم در آخرت. چرا که تو مسلمان، برادر مسلمان تا یا خواهر مسلمان تا رسوا نکردی، سترش کردی، الله تعالی هم در دنیا ستر میکنه و هم در آخرت و برات اجر زیاد میده و در آخرت گناه های خودت را ستر میکنه. سبحان الله، چیز ذات رحمان الرحیم است که ما و شما نیاز داریم که صفات الله، نام های الله را به این شکل بفهمیم و عقیده ما متقوی شد.